بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. والنجم اذا هوا، سوگند به ستاره آنگاه که افول کند. ما ضل صاحبكم وما غوا، که یار شما هرگز گمراه نشده و به راه تباهی نیفتاده است. وما ينطق عن الهوى، و از روی هوای نفس سخن نمیگوید. إن هو إلا وحی یوحى، این قرآن وحی الهی است که به او القا می شود. علمه شدید القوى، جبرائیل که فرشته است پرتوان تعلیمش داده است. ذو مرة فاستوى، همان فرشته خوشمنظری که با چهره حقیقیش در برابر پیامبر ایستاد. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، در حالی که او در افق بالا در آسمان قرار داشت. سپس جبرائیل نزدیک شد و نزدیکتر. فكان قاب قوسين او ادنى، پس فاصله او با پیامبر به اندازه طول 2 کمان یا کمتر بود. فأوحى إلى عبده ما أوحى، آنگاه آن فرشته بزرگوار آنچه را که باید به بنده الله وحی می کرد وحی نمود. ما كذب الفؤاد ما رأى، آنچه را که پیامبر دید قلبش دروغ نپنداشت. افتمارونه على ما يرى، آیا با او درباره آنچه می‌بیند مجادله می‌کنید؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، در حقیقت پیامبر یک بار دیگر نیز آن فرشته را به صورت کامل مشاهده کرده بود. در کنار درخت بزرگ سدرة المنتهی در آسمان 7. عندها جنة المأوى، که آرامشگاه بهشت همانجاست. اذ یغشی السدرة ما یغشی، آنگاه که حاله ای آن درخت را پوشانده بود. ما زاغ البصر وما طغى، چشم پیامبر به چپ و راست منحرف نشد و از حد تجاوز نکرد. لقد رأى من آیات ربه الكبرى، به راستی که او برخی از بزرگترین نشانه های پروردگارش را در آنجا مشاهده کرد. افرأیتم اللات والعزى، ای مشرکان، آیا لات و عزی را دیده اید؟ و منات الثالثة الأخرى، و منات آن 3مین بت بی ارزش را. آیا هیچ سود و زیانی به شما میرسانند؟ الکم الذکر وله الانثى، آیا ادعا می کنید که فرزند پسر برای شماست و دختر برای الله؟ تلك اذا قسمة ضیزى، در این صورت تقسیمی ناعادلانه است. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. این بت‌ها فقط اسمهایی بی معنا هستند که خود و پدرانتان با آنها معبودهای دروغین خود را نام نهاده اید و الله هیچ دلیلی بر حقانیت این کار نازل نکرده است.
مشرکان در اعتقاداتشان فقط پیرو گمان و خواسته های دل خویشند، حالان که موجبات هدایت از جانب پروردگارشان بر آنان رسیده است. ام للانسان ما تمنا، آیا انسان هرچه از شفاعت این معبودان باطل آرزو کند برایش میسر است؟ فلله الآخرة والأولى، دنیا و آخرت از آن الله است و به هر کس هر چه را صلاح بداند میبخشد. و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعتشان به هیچ وجه سودمند نخواهد بود مگر پس از آن که الله برای هر که بخواهد و خوشنود باشد اجازه دهد. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. کسانی که به آخرت باور ندارند بر فرشتگان الهی نام دختر میگذارند و آنان را دختران الله میدانند. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. آنان در مورد این امر کاملا بی اطلاعند و فقط از حدس و گمان پیروی می کنند، در حالی که برای شناخت حقیقت گمان کافی نیست. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. پس ای پیامبر، تو نیز از کسی که از یاد ما روی گردانده و فقط لذتهای زندگی دنیا را میخواهد روی برتاب. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نهایت درک و فهمشان همین است. بی تردید پروردگارت به حال کسانی که از راه او منحرف شده اند آگاه تر است و نیز به حال راه یافتگان. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هرچه در آسمان ها و زمین است از آن الله است. راه خیر و شر را به انسان ارائه کرد تا بدکاران را در برابر رفتارشان کیفر دهد و نیکوکاران را با نعمتهای بهشت پاداش نیکو عطا نماید. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. همان کسانی که از گناهان کبیره و کارهای زشت و بیشرمانه دوری می کنند مگر لغزش‌های کم اهمیت و گناهان صغیره که با توبه و عبادت بخشوده می شوند که آمرزش پروردگارت گسترده است. از همان دم که شما را از زمین پدید آورد با آنگاه که به صورت جنین در شکم مادرانتان بودید به طبیعت شما آگاه تر از خودتان است. پس خودستایی نکنید که او به حال پرهیزکاران داناتر است.
أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى آیا آن کسی را که از حق روی برتافت دیده ای؟ و اندکی انفاق کرد و سپس خودداری نمود. أعنده علم الغیب فهو یرى آیا علم غیب دارد و آینده را می‌بیند؟ ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى آیا از مطالب کتاب آسمانی موسی و تعلیمات ابراهیم که حق رسالت و بندگی ما را به تمامی ادا کرد با خبر نشده است؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى که هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نخواهد کشید. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى و اینکه انسان فقط ثمره تلاش و نیت خود را خواهد داشت. وأن سعيه سوف يرى و اینکه بیگمان تلاش او در محاسبه اعمالش در روز قیامت منظور خواهد شد. ثم يجزاه الجزاء الأوفى آنگاه پاداشش را به تمامی خواهند داد. وأن إلى ربك المنتهى و اینکه بازگشت همه امور به سوی پروردگار توست. وأنه هو أضحك وأبكى و اوست که میخنداند و میگریاند. وأنه هو أمات وأحيا و اوست که میمیراند و در آخرت زنده میکند. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى و هموست که زوج نر و ماده را از نطفه‌ای که در رحم ریخته می شود می آفرید. وأن عليه النشأة الأخرى و پدید آوردن دوباره آنها در قیامت نیز بر عهده الله است. وأنه هو أغنى وأقنى و اوست که شما را بی نیاز می کند و سرمایه بی بخشد. وأنه هو رب الشعرى و اوست که پروردگار ستاره شعراست. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى و اوست که قوم عاد را در گذشته هلاک کرد و قوم ثمود را نیز نابود کرد و هیچ یک از آنان را باقی نگذاشت. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى و قوم نوح را که ستمکارتر و سرکشتر بودند نیز پیش از آن هلاک نمود. والمؤتفكة أهوى و شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را در هم کوبید. فغشاها ما غشا و آنان را با عذابی فراگیر چنان که باید فرو پوشانید. فبأي آلاء ربك تتمارى حال ای انسان در مورد کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید روا می‌داری و مجادله می‌کنی؟ هذا نذير من النذر الأولى این پیامبر نیز هشدار دهنده است از گروه هشدار دهندگان پیشین. أزفت الآزفة قیامت نزدیک می شود. ليس لها من دون الله كاشفة و هیچ کس جز الله نمی تواند آشکارش کند و سختیهایش را برطرف سازد. أفمن هذا الحديث تعجبون ای مشرکان، آیا از این سخن در شگفتید؟ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون
و در حال غفلت و غرور به آیات قرآن میخندید و از شنیدن هشدارهایش نمیترسید و اشک نمیریزید؟ فاسجدوا لله واعبدوا، پس همگی برای الله سجده کنید و تنها او را بپرستید.